درود به همگی. خب یکی از سوالاتی که خیلی از دوستان از من پرسیده بودن این بود که شما زمانی که از گارمین استفاده میکنین آیا بهش اطمینان دارین؟ وقتی از زیر پل میخواین رد بشین، پل اندازه‌ای باشه که ماشین بهش گیر نکنه، یا جاده یا مسیری که میرین از کجا تشخیص میده. خب برای این قضیه من اول دستگاه رو باید خاموش کنم که بتونم درست براتون اینو نشون بدم و توضیح بدم این قضیه رو. ببینید شما زمانی که دستگاه رو میخواین ستاپش کنین، همون اولش مشخصات ماشین تریلی رو بهش میدین که چقدر طول تریلیتون هست، چقدر بار میتونه داشته باشه و ارتفاع تریلی رو وقتی بهش میدین خودش دیگه طبق همون جاده ها و مسیرهایی که باید بره رو براتون تعیین میکنه و خیلی راحت و با اطمینان میتونیم مسیرها رو برین بدون هیچ گونه دردسری و اینکه نگران این باشه که بخواد اتفاقی براتون پیش بیاد. یکی دیگه از مسائلی که راجع به گارمین پرسیده بودن، گفته بودن که آیا دوربین این هم بهش وصل میشه. بله، خود گارمین یک سری دوربین ها داره که مثلا من یه دونه‌شو اینجا دارم. این دوربین مزایای خیلی خوبی داره حالا برای ضبط توی جاده اتفاقات، اگه اتفاق خاصی بخواد بیفته براتون خب رکورد میکنه. و یکی از چیزای جدیدش که اومده اینه که زمانی که شما در حال استراحت کردن هستید و ماشین خاموشه، دوربینتون روشن میمونه و اکسیدنت رکورد میکنه. یعنی اگر کسی به ماشینتون بماله یا مثلا ضربه ماشین بخوره یا کسی از جلوی ماشین رد بشه بهش ضربه‌ای بزنه، در هر صورت کسی از پارک بخواد خارج بشه یا وارد پارک بشه، اونا رو همه رو رکورد میکنه و اونطوری خیالتون راحته که شما در زمانی هم که در حال استراحت کردن هستین مشکلی براتون پیش نمیاد. یکی دیگه از چیزهایی که راجع به گارمین میتونم بهتون بگم، شما وقتی که مسیرتون مشخص باشه و بهش بگین که کجا میخواین برین، بهتون وید استیشن ها رو نشون میده. اینا محلهایی هستن که توی هر استیتی که واردش میشین، توی هر استانی که وارد میشین، معمولا یه دونه داخل ورودی و خروجیش هست. بعضی استانا مثل فلوریدا، مثل کالیفرنیا، مثل شیکاگو، نیویورک، اینا مثلا 3 تا 4 تا هم دارن داخل مسیرهای طولانی ترشون و اونجا وزن ماشینتون، باد چرخ و همه اینا توسط دستگاه ضبط میشه که اون هم یک ویدیوی یوتیوب داره که اونو براتون ترجمه میکنم، اگه دوست داشتین براتون میذارم که ببینید. یه قسمت خیلی مهمتری که ما خیلی ازش استفاده میکنیم داخل گارمین